سلام خدمت همه همراهان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضا هستم و امروز میخوام یک استراتژی Low بسیار battery. ساده Please و در عین charge. حال بسیار قوی با وین ریت حداقل 60 تا 70% رو بهتون بگم، با ریوارد حداقل یک و ریوارد حالا بهینه که طبق بک تست ها من بهش دست پیدا کردم ریوارد دو بهتون معرفی کنم. استراتژی ما بر اساس بک تو بریک ایونی هست که حالا ما اومدیم بک تست کردیم، بهینه کردیم و حالت های مختلفش رو به دست آوردیم. همون استراتژی استاد پورصمدی هست اما به صورت کاملا بهینه‌تر و مشخص‌تر. و نحوه ورود ما هم بر اساس SP2L در ناحیه بک تو بریک ایون هست. من قبل از اینکه روی چارت برای شما توضیح بدم، در ابتدا بگم که چه بریک ایونی کلا برای ما اعتبار داره و ما چه Low بریک ایونی battery. رو Please charge. میتونیم معامله کنیم بر اساس این استراتژی. خب همونطور که قطعا ویدیو استاد پورصمدی رو دیدین و میدونستن بحث این بک تو بریک ایون و پرو بی تو بی چی هست، من دیگه وارد توضیحات آموزشی اون نمیشم و فقط میام برای شما مشخص میکنم که چه ناحیه بک تو بریک ایون مناسبی هست برای ما. گزینه اول، مورد اول ما اینه که کندل بریک اوت خوبی داشته باشیم، یعنی کندلی اومده کف یا سقف کندل قبل از خودش یا یک الگو، یک رنج یا کلا یک ناحیه اج معاملاتی رو برای ما شکل داده، یک کندل بسیار خوب و قوی باشه. این کندل خوب و قوی باید چه ویژگی داشته باشه؟ باید گپ داشته باشه حتما و کلوز Low خوبی هم battery. داشته باشه، یعنی Please کلوز charge. انتهایی داشته باشه، شادو نداشته باشه، ریجکشن نداشته باشه. و مورد دوم اینه که کندل دنبال کننده خوبی داشته باشه. همون در واقع سیگنال بار و کیبار رو برای ما در واقع یه جورایی تعریف میکنه. این فالو ترو کندل دنبال کننده هم مثل کندل بریک اوت باید یک گپ خوب داشته باشه و یک کلوز انتهایی خوب داشته باشه، یعنی شادو نداشته باشه. هر چقدر این مورد اول و مورد دوم کامل تر باشن، قطعا اعتبار ناحیه بریک ایون ما بسیار بالاتر خواهد بود. حالا ما خواهیم دید در چارتمون، در بک تست هایی که خودتون انجام میدین، که ممکنه مثلا کندل بریک اوت خیلی خوبی داشته باشیم، در واقع خود کندل اسپایک باشه، ولی کندل بعدش Low مثلا battery. حالا یا Please همجنس charge. نباشه یا دوجی باشه یا هر چیز دیگه باشه، یا کندل همجنس با شادو باشه اما ناحیه بریک ایونش هم عمل کرده باشه. حالا اینا رو که باید شما برید بک تست کنید ببینید برای شما اعتبار داره که این ناحیه رو ورود بزنید یا نه. اما بهترین حالتی که برای ورود میشه در نظر گرفت همین مورد اول و مورد دوم هست. اما این مورد اول و دوم در صورتی برای ما اهمیت دارد که این روند و این حرکتی که شروع شده توسط این کندل بریک اوت و این کندل دنبال کننده باعث ایجاد یک سقف یا یک کف جدید شده باشه که سقف یا کف قبل از خودش رو بریک کرده باشه، اونم هر چقدر با قدرت بیشتر بریک کرده باشه. خیلی اهمیت این بی تی بی رو برای ما Low battery. افزایش میده. حالا Please این charge. گزینه سه در سبک‌های مختلف، اسم‌های مختلفی داره، میتونه بی او اس باشه، میتونه چنج اف کاراکتر باشه، میتونه اسم‌های دیگه‌ای داشته باشه. در پرایس اکشنی که ما کار می‌کنیم ما بهش میگیم هایر های یا لوور لو. و در واقع زمانی که این سه مورد رو ما بررسی کردیم، یک سری حالا موارد دیگه هم هست که من حالا در ویدیوهای بعدی هم بهشون اشاره می‌کنم. مثلا اگه این کندل بریک اوت و فالو ترو واسه ایجاد یک اسپایک بدون پول بک کندلی شده باشه و بعد از اون کانال تشکیل داده باشه و بعد تریدینگ رنج و سپس با حداقل دو گام حرکتی یا دو لگ حرکتی که همین مورد چهار ما هست به ناحیه Low بریک تو بریک battery. ایون Please برگرده، charge. بسیار بسیار باز هم اعتبار این ناحیه رو برای ما افزایش میده و در واقع ما با خیال راحت‌تری می‌تونیم ورود داشته باشیم. همونطور که قطعا خیلی از شما می‌دونید که بازار و کامپیوترها اساساً بر اساس گام‌های حرکتی حرکت می‌کنن. یعنی ما یک گامی رو داریم، مثلا بهش میگن گام اندازه‌گیری شده یا میجر مووها یا کلا لگ‌ها، هر تعریفی هست. کلا کامپیوترها بر اساس اینها ورود می‌کنن، بر اساس اینها خروج می‌کنن. اهدافشون حالا تارگت قیمتیشون همینا هست. به همین دلیل زمانی که قیمت با حداقل دو گام حرکتی، دو لگ یا میجر موو به بک تو بریک ایون ما برگرده، بسیار اعتبار این بک تو بریک ایون بالا میره. و در ناحیه بک تو بریک ایون ما Low منتظر battery. خواهیم بود Please که charge. بر اساس الگوی SP2L اسپایک تو لگز ورود کنیم که حداقل الگویی که برای ما شکل میگیره، حداقل ما باید دو تا سه کندل همجنس با کلوزهای انتهایی و یکی از این کندل ها گپ داشته باشه. هر چقدر این گپ بزرگتر باشه، هر چقدر تعداد کندل های گپ دار در این تشکیل الگوی SP2L بیشتر باشه، اعتبار این SP2L هم برای ما بیشتر خواهد بود و ما با خیال راحت‌تری ورود خواهیم داشت. حالا ما میریم روی چارت و برای شما توضیح میدیم این نکاتی که عرض کردم خدمت شما. در این ناحیه در ساعت 7 و 30 دقیقه در واقع تحلیل زمانی‌هایی هم که استاد پورصمدی بهش اشاره می‌کنه مثلا می‌تونید در نظر بگیرید. یک کندل بریک اوتی Low battery. شکل گرفته Please که charge. کف این کندل قبل از خودش رو با قدرت بسیار زیادی بریک کرده و بعد از اون یک کندل فالو تروی هم شکل گرفته که کلوز زیر کندل بریک اوت داره و بعد از اون همینطور که می‌بینیم قیمت ریخته. در واقع این ریختن یک اسپایک رو برای ما تشکیل داده که ما در اینجا اولین پول بک رو داریم. دقت کنید عزیزان، ما در اینجا اولین پول بک رو داریم که برای ما حکم اولین سقف کانال رو در این روند نزولی داره. همچنان شما با همین سایکل هم میتونید ورود بزنید در دومین برخورد به این مثلا یا سومین برخورد این خط روند که باعث ایجاد یک Low لور battery. لو شده، Please یعنی یک charge. کفی که باعث ایجاد این گام حرکتی خوب شده برای ما شکسته، در واقع حرکتش رو ادامه داده و اینجا حالا پایان ما بازار رو داریم و بعد از این هم
همونطور که می‌بینید که سقف و کف‌های برابری تشکیل شده و این برای ما مثابه تریدینگ رنج هستش و اینجا اومده تریدینگ رنج ما رو بریک کرده، پول بک کرده و دوباره بالا رفته. این کندل بریک اوت ما به این صورت در تایم فریم 5 دقیقه مشخص می‌کنه. من فراموش کردم به شما بگم تایم تحلیلی ما 5 دقیقه است. هرچند شما می‌تونید در هر تایم فریم این چند تا ویژگی که بهتون گفتم رو هر کندلی هر حرکتی که اینها رو داشت مشخص کنید و در برگشت به اون ناحیه حالا در یک تایم فریم ورود بزنید. در همون تایم فریم هم با تاییدیه کندلی همون تایم فریم هم میتونید ورود بزنید. هیچ مشکلی نداره. کاملا بستگی به خود شما داره. عذرخواهی می‌کنم من حواسم نبود که شارژ میکروفونم در حال اتمام بود و این ضبطم که من ویدیو رو کامل گرفته بودم اما نصف ویدیو در واقع بدون صدا بود. من دوباره برای شما توضیح میدم و دوباره ضبط می‌کنم. تا اینجا اومدیم که ببینیم ما اینجا اسپایکی رو داشتیم که اینجا کانالی رو شکل داده و با شکستن این خط روند در واقع برای ما تریدینگ رنج رو شکل داده که کف‌ها و صف‌های برابر ایجاد کرده. این ناحیه زمانی برای ما حائز اهمیت هستش که در واقع قیمت به صورت لگ‌های حرکتی بهش برگرده. ببینید ما اینجا یک گام حرکتی رو داریم که اگه اینجا بهش اضافه کنیم ببینید قیمت با حداقل دو گام حرکتی به این ناحیه یا حالت میجر موو هست به این ناحیه برگشته و در ناحیه بک تو بریک ایون ما منتظر هستیم که ستاب ورود ما که همون اسپی 12 هست شکل بگیره. ما الان می‌بینیم تایم فریم 1 دقیقه که تایم فریم ورود ما هست و ببینیم که چی شده. اینجا برای ما در واقع یک کندل گپدار خوب شکل گرفته که حداقل 3 4 5 کندل قبل خودش هم بریک کرده. خب سعی می‌کنم کلا بردارم. اینجا ما یک کندل بریک اوت خوب داریم در واقع میشه اسپی 12 هم در نظرش گرفت اما بهتر هستش که شما حداقل دو کندل همجنس که هر دو کندل هم کلوز خوبی داشته باشن رو در نظر بگیرید. هرچند اگه بخواید هم ورود کنید میتونید ریسک کنید اما ورود بهترش به صورت در واقع سل استاپ اگه ورود هم خواستی بکنیم یا زیر این کندل ها اوردر می‌کنیم تا زمانی که قیمت اینجوری بریزه و فعالش کنه. اما ورودی که ما ورود استاندارد در نظر می‌گیریم این اسپی 12 شما نگاه کنید یک کندل خوب دوباره یک کندل پرقدرت و گپ دار خوب که حداقل دو کندل رو برای ما شکل داده که یکیش گپ داره. در واقع ما میایم استاپ رو می‌ذاریم پشت کندل اول و تی پی رو تی پی دو در نظر می‌گیریم و به همین راحتی و زیبایی شما ورودتون ریوارد دوش رو می‌گیرید. اصلا می‌کنم من یکم صدام گرفته است و آلمون من خستم سر کار اومدم حالا ویدیو رو دارم می‌گیرم. ببینید فراموش کردم خواستم چی بگم. بریم سراغ حالا یک سری از بریک ایون های دیگه ها. من این مورد رو می‌خواستم بگم اگه منشأ این بریک ایون ما در واقع پایان لگ دوم یا لگ سوم حرکتی باشه بسیار اعتبار این بریک ایون بیشتر میشه. شما همیشه بررسی کنید چارت رو قبل از اینکه بشین پای سیستم. ببینید اینجا مثلا اگه ما یک گام حرکتی رو داشته باشیم اینجا هم یک گام حرکتی رو داشته باشیم اینجا گام سوم حرکتی ما هست. حالا به تقریب حالا شاید شما بگید که علت این فضاها چیه که پر نشده. ببینید در واقع درستش در اندازه‌گیری این گام اینه که شما از کندل بریک اوت گام اول در نظر بگیرید صفی که ایجاد کرده اینطوری تقریبا لگ‌های ما برابرشون کامپیوترها بر این اساس در واقع گام شماری می‌کنن. ان شاءالله در ادامه ویدیوها من بسیار مفصل این گام شماری ها و لگ شماری ها رو برای شما توضیح میدم. خوبی این استراتژی اینه که شما مثلا این مال روز گذشته است دوشنبه ساعت 7:30 این چیزی که شما می‌خواید این استراتژی که شما کاملا مکانیکه خوبی اینه که شما ناحیه کاملا مشخصه. بر فرض مثال شما آلارم ست می‌کنید روی این مقدار قبل از اینکه قیمت به این ناحیه برسه به شما مثلا حالا آلارم میده ایمیل میده نوتیفیکیشن یا اس ام اس هر چیزی مثلا با همین چارت فراز میاد پای سیستم میشینی و منتظر میشین که قیمت بیاد داخل ناحیه و ستاپت رو تشکیل بده و حالا تی پی یا تی پی میگیری یا استاپ میشی دیگه. در این دو حالت که خارج نیستم و با احتمال بالا تی پی تو میگیری و میری به زندگیت میرسی. حالا من چند تا مثال دیگه برای شما توضیح میدم اگر شما دقت کنید. اینجا این هایر هایی نزده که ما اینو بخوایم در نظر بگیریم این گام رو در نظر بگیریم که اومده این سقف رو شکسته و یک هایر های ایجاد کرده. پس چون منشأ لیگ اول هست برای ما حائز اهمیت هست کندل اول رو در نظر بگیریم اما طبق اون پلن ما نیست. ما پاک کردن اینو کندل بریک اوت کندل خوبی هست اما گپ نداره گپش خیلی کم هستش کندل فالتون کندل خوبی نیست. اینا رو من چند تا مثال دیگه هم نشونتون میدم. شما باید با ریسک های پایینتر از حد معمولتون ورود بزنید. حالا یا تی پی میشه یا اس ال میخوره. اونجا میبینید که اگه اس پی 12 میگرفتید تی پی تون رو میداد. دوباره اینجا ما ابتدای لگ دوم رو داریم. اینجا باز ما کندل بریک اوت خوبی رو مشاهده نمی‌کنیم. کندل بریک اوت ما در واقع این کندل هست که بعدش دو جی اومده. حالا کندل هایی که در واقع گپ هم ندارن. حالا قیمت هرچند به این ناحیه اومده و در این خودش یک استراتژی جداست که اگه حمایت های شما از این ویدیو آموزشی خوب باشه قطعا برای شما توضیح میدم اینو که به چه صورت نقطه زنی اینا رو ورود بزنید و گول نخورید. اینجا ما پایان در ابتدای لیگ سوم رو داریم که اصلا هیچ اهمیتی نداره برای ما داخل پلن ما. اکیدا ممنوع از ورود در ابتدای بی تی بی ابتدای لیگ سوم که همونطور که میگه قیمت اصلا بهش واکنشی نشون نداده. حالا یه سری افراد جا گول خوردن یه سری اوردرها رو گذاشتن اینطوری اوردرهاشون فیل شده. پس دقت کنید اومده یک لو زده و در بک تو بک خیلی زیبا عمل کرد. حالا ما دوباره بریم چند تا دیگه برای شما بررسی کنم. قیمت اینجا اومده یک سقف بالاتر زده اما این سقف بالاتر این کندل در واقع بریک ایونتش هست. اینجا روش شادو شده و نتونست این سقف رو بریک کنه اما کندل بعدش حالا
بریک کرده. در بازگشت به این ناحیه به صورت دو لگ حرکتی بازم به شما ورود داد، اما طبق پلن ما نیست. اینو من قطعا در یک سری ویدیوهای دیگه میگم که این خیلی سطح پروفشنال تری داره و ریسکش هم طبیعتا بالا هست. ولی شما با همین پلنی که من برای شما توضیح دادم، کندل بریک اوت خوب، فالو ترو خوب، ایجاد اسپایک و ادامه حرکت در بک تو بریک ایونش ورود می‌کنیم که همین مثالم که بعدا برای شما خواهم گفت شاملش هست. حالا دوباره ما اینجا یک سقف جدید رو داریم، منشأ این حرکت رو نگاه می‌کنیم. منشأ این حرکت در واقع اینجا میتونه باشه، این کندل بریک اوت و فالو ترو، یا حتی این کندلی که گپ داره. باز هم اینجا بله اینجا طبق پلن ما هست، کندل بریک اوت خوب، فالو ترو خوب و بعدش یک سقف جدید در بازگشت قیمت به اینجا با دو لگ حرکتی. حالا میگم دیگه اج معاملاتی دیگه، خرید و فروشنده ها می‌جنگن، حالا یه طرفش برنده بشه، اما طبق اصول و استراتژی و پلن ما باید که نه، ولی با احتمال بالا خریدار برنده بشه و همینطور هم شده. دوباره ما اینجا یک سقف جدید داریم. ببینید اینجا ما یک کندل بریک اوت و یک کندل فالو ترو. حالا کندل بریک اوت ما خیلی قوی نیست، اما کندل فالو ترو خوبه. دوباره اینو ما میتونیم مشخص کنیم و دوباره قیمت با دو لگ حرکتی، ببینید چقدر زیبا، دو لگ حرکتی به این ناحیه برگشته و از اینجا دوباره اج معاملاتی شکل داده شده و دوباره خریداران ورود کردن. من قطعا در یکی از ویدیوها در مورد گام شماری و نحوه صحیح گام شماری ها برای شما کلیپ خواهم درست کرد، در واقع درست خواهم کرد و به شما آموزش میدم که چقدر کمک می‌کنه. کامپیوترها اساسا بر اساس همین گام‌های حرکتی، هم گام‌های اندازه‌گیری شده، میجرمنت و یک‌های حرکتی هر چی اسمشو میذارن، برای خودشون ورود میزنن، حد سود میذارن و حالا خروج‌هاشون هم مشخص می‌کنن. دوباره ما اینجا یک بریک اوت و یک فالو ترو خیلی خوب رو داریم. مشخصش می‌کنیم کندل بریک اوت رو که باعث ایجاد یک لو بسیار خوب شده در واقع یک گام اول، یک گام دوم. ببین ما اینجا هم در واقع ابتدای گام دوم هست، اگه به ما ورود میداد مجاز بودیم در اینجا ورود بزنیم، اما به ما ورود نداده. یعنی در برگشت قیمت به این ناحیه، حالا به صورت دقیق برای شما ما بذاریم با چند گام حرکتی، تقریبا با دو گام حرکتی میشه در نظر گرفت که قیمت به این ناحیه برگشته. ما در این ناحیه منتظر مجددا تشکیل الگوی اسپی خواهیم بود. خب می‌بینیم تایم فریم یک دقیقه و می‌بینیم که الگوی اسپی ما شکل نگرفتیم، گپ نداره، گپ خیلی کمی اصلا مهم نیست و اینجا شکل گرفته بود. کندل سوری خوب، یک گپ قابل توجه و اوردر لیمیت، اوردر فعال میشه برای تی پی 2 و تی پی تون رو به دست میارید. اینجا حالا میست می‌کنیم مثلا چند دلار قبل رسیدن به ناحیه بی تی پی شما میشین پای سیستمت، ببینید که از صبح تا شب بشین پای سیستم و دچار اوورتریت بشی و کلی ذهنتون رو درگیر کرده باشه. امیدوارم که این محتوا برای شما مناسب بوده باشه و نکات خوبی رو گفتم، ان که استفاده کنید. اگه حمایت شما نسبت به این ویدیو خوب باشه، قطعا آموزش‌های خیلی حرفه‌ای تری رو برای شما میذارم که حتی شما در این نواحی چه اتفاقی بیفته که به صورت اسنایپری و حالا مثلا لیمیت ورود بزنید با کمترین میزان اصلاح و بیشترین میزان تی پی. طبیعتا خب وین ریتش پایین‌تر میاد، ولی خب شما وقتی با یه وین ریت مثلا 40% بتونی یه تی پی 4 و 5 برسن کار درآوردی و فوق‌العاده است. فقط چیزی که می‌خواید که شما مو به مو این پلن رو بخواید اجرا کنید. قوی ترین استراتژی و در این حال ساده ترین استراتژی هست که در ترکیب بی تو بی و اسپای تول که استاد پورسمدی من بهینه کردم و شما میتونید استفاده کنید و حالا چه در حساب‌های ریال چه در حساب‌های پراپ شما باهاش معامله کنید و با خیال راحت بیاین مثلا هر معامله رو 1% ریسک کنید و 2% سود به دست بیارید. در مجموع فرآیند این معاملات خیلی خوبه، خیلی نتایج خوبی رو قطعا ازش خواهید دید. خودتون هم برید بک تست بگیرید و حمایت هم فراموش نشه. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.